وقتی از ضمیر اول شخص جمع استفاده می کنیم، دو نفر را در یک فعالیت مشترک قرار می دهیم. درست مثل موجودات مرکب. در بسیاری از زبانهای دنیا، ضمیر مخصوصی برای دو نفر وجود دارد که فقط مختص دو نفر است و بدین ترتیب دو نفر را از چند نفر جدا می سازد. این ضمیر را دوالیسم یا چیزی می گویند که بر دو تقسیم می شود. به عقیده من دوالیسم نشانه مفیدی است، چون بعضی وقتها آدم‌ها نه یک نفرند و نه چند نفر، بلکه فقط دو نفرند و ضمیر ما نمی‌تواند تفاوت بین آنها را برساند. وقتی از این ضمیر استفاده می‌شود، برخی قوانین افسانه‌ها روشن‌تر و قابل درک‌تر می‌شود، مثل ضربه یک چوب جادویی. بیا غذا بپزیم، یک بطری نوشیدنی باز کنیم، بعد برویم بخوابیم. به نظر تو اینطور صحبت کردن مؤدبانه تر نیست؟ بهتر از این نیست که مثلا بگویی باید به خانه بروم و بخوابم؟ وقتی از واژه دوالیسم یا عدد 2 استفاده می کنیم، قوانین جدیدی را مطرح می کنیم. به گردش می رویم. به همین سادگی. جورج، فقط 3 کلمه و با این وجود شرح دقیقی از اعمال زندگی دو انسان را بر روی زمین آشکار می سازیم. البته فقط تعداد کلمات نیست که میتواند در انرژی صرفه جویی کند. ورونیکا میگوید حمام کنیم، غذا بخوریم، برویم بخوابیم. وقتی اینطوری عمل میشود، نیازی به بیش از یک دوش نیست، نیازی هم به بیش از یک آشپزخانه یا یک تخت نیست. با وجود این، استفاده جدید از این ضمیر برایم عجیب بود. ضمیر ما دایره کامل شده است، مثل دنیایی است که به تکامل رسیده باشد. جوانی، کجایی که یادت بخیر، یاد سبکسری های جوانی من هم بخیر. یک شب گرم آگوست را به خاطر می آورم که در ساحل بای گدوی نشسته بودیم و به دریا نگاه می کردیم. درست نمی دانم چرا ناگهان از دهانم پرید که ما تنها یک بار به دنیا می آییم. ورونیکا گفت فعلا که اینجا هستیم. انگار می خواست نکته مهمی را یادآوری کند. با این حرف ذهنیات و حرفهایی را که داشتم بی اهمیت کرد. اضافه کردم به شبهایی فکر می کنم که قادر به دیدنشان نخواهم بود. می دانستم که ورونیکا می داند این بیتی از شاعر معروف اولاف بول است. آن شعر را با هم خوانده بودیم. ورونیکا به طرف من برگشت، با 2 انگشتش نرمه گوشم را فشرد و گفت تو اینجا بودی و این شبها را تجربه کردی. واقعا که خوش شانسی. پاییز آن سال ورونیکا در آکادمی هنر مشغول شد، در حالی که من تحصیلاتم را در دانشکده پزشکی ادامه می دادم. تازه بعد از پشت سر گذاشتن دروس پایه درس‌ها جالب شده بود. البته بعد از ظهر و شب‌ها با هم بودیم و اغلب برنامه‌هایمان را طوری تنظیم می‌کردیم تا بتوانیم هر روز با هم باشیم. بالاخره دختر پرتغال کار خودش را کرد و 2 روزی را که مدیونش بودم از 6 ماه دوم سال کم کرد. فکر می‌کنم می‌خواست سر به سرم بگذارد. شاید هم می‌خواست اجرای قانون را به من بیاموزد. هنوز هم مجبور به رعایت قوانینی بودیم که خودمان وضع کرده بودیم. افسانه ما تازه شروع شده بود. تازه افسانه دیگری هم در اطرافمان شروع شده بود و بدین ترتیب قوانین جدید دیگری هم بود که باید رعایت می‌کردیم. حتما چیزهایی را که در مورد شکل و نوع قوانین تعریف کردم به خاطر داری. این قوانین مربوط به کارهای اساسی است که باید انجام داد یا نداد، ولی الزاما نیازی به درک آن نیست. حتی نیازی نیست درباره‌اش حرف بزنی. در اسلو هم ورونیکا اتاقی با یک آشپزخانه کوچک نزد یک زن سالمند کرایه کرد. تنها مواردی که بابتشان کرایه پرداخت می‌کرد، کوتاه کردن چمن‌های باغچه در تابستان‌ها و برف‌روبی اطراف خانه در زمستان‌ها بود، به اضافه 1-2 بار خرید در هفته. البته زن مسنی که موینکل نام داشت پذیرفته بود که بعضی وقتها انجام وظایف مذکور را من به عهده بگیرم. این کار خیلی بجا و مناسب بود، چون به تدریج برای پیرزن هم پذیرفتن من در خانه‌اش آسان‌تر می‌شد، به طوری که حتی می‌توانستم شب‌ها را نزد ورونیکا بمانم. به هر حال من هم به نوعی در کرایه اتاق شریک شده بودم. شب کریسمس مثل سال قبل به مراسم کلیسای جامع شهر رفتیم. مراسم دعای شب کریسمس برایمان مراسمی خاطرانگیز شده بود. ورونیکا همان پالتوی سیاهش را پوشیده بود و همان گل سر جادویی‌اش را به سر داشت.
حالا من جزئی از یک افسانه و یک رمز و راز عمیق بودم. آن سال روی یک نیمکت نشستیم. دلیلی برای نگران بودن از اینکه مردها به چه سمت و به چه کسی نگاه می کنند نداشتم. آنها اجازه داشتند هر چقدر دوست دارند به ورونیکا نگاه کنند و اتفاقاً بعضی ها هم این کار را می کردند. من به خودم می بالیدم و ورونیکا می درخشید. او خوشبخت بود و من هم خوشبخت بودم. شاید او هم کمی به خود می بالید. پس از مراسم دعا مسیر سال گذشته را برای قدم زدن انتخاب کردیم. قبلا در این مورد به توافق رسیده بودیم. ما به آدم‌های سنتی تبدیل شده بودیم. آرام آرام به اسلات سپارکن رسیدیم. قرار نبود به پارک برویم. کاملا اتفاقی به پارک رسیدیم. ایستادیم و دقیقاً در همان نقطه‌ای که سال قبل با توقف یک تاکسی از هم جدا شده بودیم به هم رسیدیم و از گذشته‌ها یاد کردیم. ورونیکا باید پدرش را در خانه عمه پیرش در اسکیلبک ملاقات می‌کرد و بعد به اتفاق پدر به محل سکونت والدینش در اسکر می‌رفت. من هم مجبور بودم کریسمس را با والدین و عمو آینار جشن بگیرم. صحنه مثل صحنه سال قبل بود. به محض دیدن یک تاکسی خالی باید از هم جدا می‌شدیم. اگر ورونیکا با تاکسی برود چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا این افسانه تمام می‌شود؟ آیا سحر و جادوی این افسانه به یک باره از بین می‌رود؟ حرفی در این مورد نزدیم. در 6 ماه گذشته غیر از آن 2 روز تلخ مجازات هر روز همدیگر را دیده بودیم. بله، دختر پرتغال به قولش عمل کرده بود. قوانین سال جدید چه خواهد بود؟ کریسمس آن سال سردتر از پارسال بود و ورونیکا میلرزید. به او گفتم که هم اتاقیم گنار تصمیم گرفته از آپارتمان کوچک ما نقل مکان کند و توضیح دادم که درسش را در دانشگاه برگن ادامه میدهد. از این رو مجبورم دانشجوی دیگری را برای اشتراکت در اجاره خانه پیدا کنم. من خیلی بزدل بودم. جورج، فکر میکنم او هم همین عقیده را داشت. کمی عصبانی شد. گنار از آپارتمان میرود و من میخواهم دانشجوی دیگری را به آپارتمان راه بدهم. آیا واقعا بدون مشورت با او این برنامه ریزی را کرده بودم؟ عصبانی بود. ترسیدم با من قهر کند. نمیخواستم با دلخوری از هم جدا شویم. ناگهان گفت: خب خودم با آن آپارتمان اسباب کشی میکنم. میتوانیم با هم زندگی کنیم. نظر تو چیست جان آلاف؟ آرزوی من هم همین بود. ولی من ترسوتر از او بودم و میترسیدم نقض قانون کنم. او مثل یک درخت پرتقال در میدان آلیانزا میدرخشید. به سرعت به توافق رسیدیم که اول ژانویه به آپارتمان من نقل مکان کند. بنابراین در سال آینده نه تنها روزها بلکه شبها را هم در کنار هم سپری می‌کرد. این قوانین جدید سال آتی بود. اما کمی بعد چهرش حالت نگرانی به خود گرفت. فکر کردم شاید به شک افتاده باشد یا شاید مانعی در کار باشد یا اینکه امید داشته چیزی به دست آورد و موفق نشده است. نجوا کنان پرسیدم: ورونیکا، چی شده؟ حالا دیگر او را خوب می شناختم. او گفت: پس اتاق گنار خالی می ماند. بدون اینکه منظورش را بفهمم سری تکان دادم. من که گفتم او از آنجا می رود. من و تو که در اتاقهای جداگانه نمی خوابیم. گفتم: البته که نه. ولی هنوز نمیفهمیدم چه فکری در سر دارد. فقط خوشحال بودم که تصمیمش را گرفته و هیچ مشکلی از بابت زندگی مشترک با من ندارد. بالاخره ذهنیتش را بر زبان آورد و گفت: شاید بتوانم آن اتاق را اتاق کارم بکنم. و بعد نگاهی به من انداخت تا عکس‌العملم را ببیند. من فقط دستم را روی گل سر او گذاشتم و گفتم: از زندگی با یک هنرمند احساس غرور میکنم. 1-2 دقیقه بعد تاکسی آمد. با بلند کردن دست آن را متوقف کردیم. وقتی در تاکسی نشست برخلاف سال قبل مشتاقانه نگاهم کرد و هر دو دستش را تکان داد. فکرش رو بکن.
1 سال سپری شده بود. نیازی نبود بعد از دور شدن تاکسی دنبال لنگ کفش سیندرلایم بگردم. در این افسانه مانعی برای رسیدن به اون نبود. دیگر وابسته به قوانین قابل درک و غیر قابل درک کارهای مجاز و غیر مجاز نبودیم و دیگر خوشبختی از آن ما بود. جورج، انسان چیست؟ یک انسان چه ارزشی دارد؟ آیا ما انسان‌ها گرد و غباری هستیم که به هوا برمیخیزد و با باد به اطراف پراکنده میشود؟ در حالی که این سطور را مینویسم، تلسکوپ هابل در مسیر همیشگیش دور زمین میچرخد. بیش از 4 ماه است که این تلسکوپ در اطراف زمین به سر میبرد و از اواخر مارس تصاویر با ارزش زیادی از فضا، یعنی آن کویر پهناور که ما از آن ریشه گرفته ایم، برایمان ارسال می‌کند. اما خیلی زود مشخص شد که هابل ایراد دارد. تصمیم گرفتند سفینه و تعدادی فضانورد برای رفع ایراد آن به فضا بفرستند تا هابل بتواند درک بهتر و واضح‌تری از فضا به ما بدهد. راستی نمیدانی ماجرای تلسکوپ هابل به کجا کشید؟ آیا اشکالش رفع شد؟ اغلب به تلسکوپ ها به عنوان چشم جهان نگاه میکنیم، چون چشمی را که قادر به دیدن سراسر فضاست با کمی اغماض میتوان چشم جهان هم نامید. منظورم را که میفهمی. جالب این که خود جهان چنین وسیله دقیق و جالبی را به خود هدیه داده است. تلسکوپ هابل یک عضو حسی کیهانی است. افسانه بزرگی که هر یک از ما برای مدتی کوتاه اجازه تجربه کردنش را داریم چیست؟ شاید همین تلسکوپ فضایی 1 روز در تشریح و درک افسانه و ماهیت طبیعت یاریمان دهد. شاید بتوان در ورای کهکشان‌ها و راه‌های شیری پاسخ این پرسش را که ماهیت انسان چیست پیدا کرد. فکر می‌کنم در همین نامه بارها از معما حرف زدم. شاید تلاشم را برای درک بیشتر جهان بتوان به چیدن صحیح همه تکه‌های یک پازل پیچیده تشبیه کرد. با وجودی که پرسش تا حدود زیادی درباره یک معمای روحی روانی است، ولی باید پاسخ را درون خودمان جستجو کنیم. چون ما اینجا هستیم و در واقع ما خود جهانیم. شاید تکامل ما هنوز تمام نشده باشد. طبیعتاً پیشرفت و تکامل فیزیکی انسان پیش از تکامل ذهنی و روانی او انجام گرفته است. شاید طبیعت فیزیکی جهان ماهیتی بیرونی دارد و دستیابی به بصیرت درونی نیاز به ماده یا سیری دیگرگون داشته باشد. تصور جنون‌آمیزی در من نهفته است. ناگهان نیوتن متوجه می شود که جهان دارای نیروی جاذبه است. بسیار خوب. به همین منوال داروین نتیجه میگیرد که در این سیاره تکامل بیولوژیکی صورت گرفته است. که اینطور بعد انیشتین کشف میکند که بین جرم، انرژی و سرعت نور ارتباط مستقیمی وجود دارد. بسیار خوب. و بعد در سال 1953 کریک و واتسون ثابت می‌کنند که ماده وراثتی حیوانات و گیاهان از مولکول دی ان ای ساخته شده است. خارق‌العاده است. بنابراین میتوان تصور کرد که یک روز، و چه روز خوبی جورج، روحی متفکر آنجا خواهد نشست و در یک چشم به هم زدن معمای جهان هستی را حل خواهد کرد. به خودم قبولاندم که این کار هم شدنی است. دوست دارم آن روز سردبیر بخش خبر یک روزنامه بزرگ باشم. حتما به یاد داری که نامه‌ام را با چه جمله‌ای شروع کردم. دوست دارم چیزی از تو بپرسم. برای من پاسخ تو به این پرسش خیلی مهم است. اگرچه هنوز گفته‌هایم تمام نشده است.